سلام به همگی خورد بزرگ، خانم و آقایان، هر کسی که یوتیوب چنل آسمان میبینین، خوش آمدین دوباره به یکی از ویدیوهای ما که بسیار زیاد ویدیوی مفید من خواستم امروز براتون تقدیم بکنم. به بسیار عجله میبخشین که بسیار زیاد دیر بعد من ویدیو اپلود میکنم، کارا بسیار زیاد است، قصه زیاد است. فعلا من یک چیزی که آماده میکنم که به همگی مفید است. شما ببینید در تصویر که من از کدام چیزا استفاده میکنم به خاطر پودر جور کردن بسیار زیاد فایده مند که به همگی بسیار زیاد خوب است. از همون خاطر در شروع هم من به همگی سلامای خود تقدیم کردم، چون این ویدیو را میتونه که آقایان هم ببینن، بر از اونها هم مفید است. به خانما خرد بزرگ هر کسی که از این پودر در خانه آماده میکنه به صحتشان بسیار زیاد مفید میباشه. قسمه که شما در تصویر میتونین ببینید، من یک کم زیره با بادیان و ای هم اجوین میگن، فکر میکنم به نظرم که ما به فارسی جوانی میگیم. من در خورده شنیده بودم بعض اوقات مادر جانم میگفتن که جوانی بادیان خوب است و به طفلا میدادن و مینوشیدن، ولی فکر میکنم که شاید کنیمی. خب کسایی که جوانی را مشناسن، خانم‌ها حتما میفهمن که می است یا نیست، ولی از تصویر شما دیدین در پاکت من براتون نشان دادم که در دکان‌های ایندیا فروخته میشه که مردم هندوستان او را اجوین میگن. خب این سه چیز ما شما دیدین که یک کاسه گرفتم، یک کاسه خورد، مثلا هم کاسه هایی که برابر گلاس چای خوری می باشن، از هر کدامش گرفتم، تمامش میکس میکنم حالا در یک تاوه ناسوز که روست کنیم و یا همون که بدون روغن که بیریان میکنیم نی. تا وقتی بیریان میکنیم تمامشه که کمک رنگش تغییر کنه و بسیار یک بوی خوب در تمام خانه میپیچه، ازی بسیار بوی خوب می داشته باشه و فوایدش زیاد است. حتی ما براتون میخوایم بگویم که ضد سرطان هم است، چی برسه به ای که دیگه بسیار چیزها رو هم میتونه که اینمی خودش تداویش باشه. بعد از این که تمامش روست کردین و یا بیریان شد، رنگش کم تغییر کرد، شما در یک ظرف دوباره میکشین. میتونین ببینید در تصویرم که از دستی که داغ است زیادی ازش تفت میره، پس میمانی میشه برای یک 20 دقیقه یا نیم ساعت که سرد شوه و بعدن میخوایم که در بلندر پرتم تمام شه که پودر شوه. یک استپ آخر است، ایره که پودر کردین شما میتونین که پیش خود نگاه کنینشه. ما 3 مرتبان آماده کردم. خب مرتبان خردتر را که آماده کرده بودم به یکی از همسایه های ما دادم و یک مرتبان هم پیش مادر جانم دادم و کمش بر خود نگاه کردم که یک قاشقش فقط شما میتونین که در 2 گلاس آب پرتین، از یک قاشق بیشتر استفاده نکنین، چون که بسیار زیاد غلیظ میشه و خوب که تمامش جوش خورد، اما یک قاشق که انداختین در بین یک ظرف جوش خورد، شما میتونین که بنوشین و لذت ببرین و از تمام مریضی های خطرناک دور باشین. زینک داره، پتاسیم داره، با کسایی که مرض شکر دارن بر از اونها فایده داره، کسایی که مادرایی که شیر میدن بر از اونها هم بسیار خوب است. خب این را آماده کردیم. بیاین ما براتون درباره چیا سید هم یکم معلومات بدم. ای از چیا سید چیزی که بسیار زیاد کلسیم خوب داره، لاغر میتونه بکنه و اگر همراه لیمو استفاده میکنین خب بیشتر فایده داره، ولی اگر بدون لیمو هم شما استفاده بکنین فواید خود میرسانه برتون. من روز یک بار حتما در بین آب برای نیم ساعت یک قاشق خرد چیا سید مندازم و می نوشم آرام هم اشتیاره پس میزنه. اگر خواسته باشین که لاغر شوین، وزن ببازین، هم بسیار زیاد خوب است. پودر که من امروز براتون جور کردم و شما دیدین، کسایی که میخواین که وزنشان کمتر شوه و دمش شکمشان بیشینه، میتونن که روز 2 بار استفاده کنن، صبح وقت و هر شب. ولی اگر کسایی هسته که مثلا مادرایی که شیر میدن، اونا تا فقط از طرف شب هم که یک بار بنوشن خوب است، هم به خودشان هم به طفلکایشان، چون ما مادرها وقتی که طفل خردترک می داشته باشیم همیشه تشویش از این داریم که چی بخورم چی نخورم که باش تاثیر از طرف شیر ما به طفل میرنی که شکمک طفلکا بسیار زود امو دمش یارا میگیره و بسیار به تکلیف میشن. پس امو پودر که ما آماده کردیم به او هم فایده داره و به شیرتان هم بسیار خوب مفید میتونه باشه و این هم که
که چیا سید فوایدش بسیار زیاد است بر اسکین، به می پوستتان هم بسیار خوب است. این بوتلک است که من دربارهش گپ زدم که من روز یک قاشق دبین او مندازم و می نوشم. بسیار زیاد با کلسیم گپا هم خوب است. از این هم استفاده بکنین. اگر این دو چیز شما روزمره استفاده میکنین وزنای اضافگی برتان پیدا نمیشه، یعنی وزنتان هم نرمال نگاه میکنه، به شرطی که به خصوص خانما متوجه هورمونستان حتما باشین. هورمونایتان حتما بعض اوقات برین وقت که داشتین چک کنین، چون که هورمون بسیار بیخبر میای آدم بسیار زیاد تکلیف های دیگر را باز بر آدم پیش میکنه که من در مورد هورمون یک ویدیوی مکمل دیگه بر مخصوص خانما باز آماده میکنم. خب این ویدیویی بود که به همگی بود و خدا کنه که این ویدیو رو همگی ببینین، بر دوستایتان و فامیلایتان هم شیر کنین که از این پودر در خانه آماده بکنین و چیا سید هم بخورین. بسیار زیاد مفید است. از تمام مریضی های خطرناک خدا نگاه کنین و یک جلوگیری بسیار خوب است از بسیار مرضایی که در این زمان می تکلیف ها و مریضی ها بسیار زیاد شده. من باید برم که طفلک خورد در خانه است و بسیار میبخشین که ویدیو را به بسیار عجله براتون آماده کردم. فقط هم که خواستم یک چیز مفیدی که من خودم در خانه استفاده میکنم و روادار هستم که مادر جانم از این که شکر داره اونا هم استفاده بکنن. امور رقم تمام خانمایی که در خانه های خود متوجه فامیل هستن، بر خودشان، به فامیلشان، به شوهرشان، بر همگی از این پودر که امروز ما آماده کردم جور کنین. تمام دکترها تایید کرده که بسیار خوبیش هسته، پشیمان نمیشین. اگر میخواین که می رقم بازم ویدیوهای مفید براتون ما تقدیم کنم، سابسکرایب فراموشتان نشه. خدا حافظ.